هلو، من فائزم. امروز اومدیم که یه آنباکسی داشته باشیم. من توی یه سایتی گشتم، میخواستم یه کتابی بخرم. سایت ویرا کتاب بود و واقعا هیچ اعتمادی نداشتم و نمیدونستم چیه و خب تو چت جی پی تی اینا هم که سرچ کردم سوابقی ندیدم ازشون و اینکه تصمیم گرفتم که تجربه خریدم رو باهاتون به اشتراک بذارم. اینجوری بود که من یه کتابی میخواستم بخرم. این کتاب در کتاب تخصصی مالیات‌های مستقیم بود و کتاب بروزی هستش. خب برای من خیلی مهم بود که این کتاب حتما به دستم برسه و خب قیمت کتاب توی بقیه سایت ها و همه چیز زده بود 1,100,000 تومان، ولی خب وقتی که سرچش کردم دیدم تو توراب زده 859 فکر میکنم که با انگار تخفیفی که انگار با تخفیف شده بود 859 و با هزینه حملی که اومد، من مشهد هستم، اومد مشهد شد 980. یعنی من دقیقا نمیدونم چقدر بود، انگار شما بگو 980، انگار کتاب 900 برای من در اومد. آره دیگه، با تخفیف با اون هزینه حمله شد 980 من واریز کردم و کتابو برای من آوردن. من روز سه‌شنبه سفارش دادم و فکر کردم حداقل یه هفته زمان ببره که کتاب به دستم برسه، ولی امروز یک شنبه است و کتاب به دستم رسیده. خب اول از همه اینکه من الان از سر کار اومدم، کتابو من تحویل نگرفتم از پستچی، کتابو مادرم تحویل گرفته و شاید باز کرده، مطمئن شه که حدسش یا نه. تقریبا کتاب باز شده اما خودم هنوز ندیدمش و الان اومدم که کتاب رو با هم دیگه باز بکنیم. خب اوکی، این کتابی که من سفارش دادم فروشگاه ویرا کتاب هستش و روش زده تهران آدرسش. خب توی انگار که اگر بخواید سایتش رو توی اینترنت سرچ بکنید سایت دارن و اینجوری حالا پک رو برای من باز کرده مامانم چون که میخواسته ببینه کتاب هست یا نه. اوکی، ولی من هنوز ندیدم، الان میخوام بازش کنیم ببینیم کتاب به چه شکله. اینه به اونه چسبیده. آها، از این طرف برش بیارم. وای خودشه بچه ها، خودشه، خود کتابه. از اینجا دارم میبینم کتابه رو. او مای گاد. خب اوکی، کتابه اوکیه، فقط یه ذره اینجاش اینجوری شده که حالا مهم نیست واقعا. و بخوایم ببینیم هیچ مشکلی نداره کتاب، اوکیه کتاب. اینم که از این. خب من کتاب مجموعه کامل قوانین و مقررات مالیاتی 404 دکتر آخوندی رو سفارش دادم و اینکه این کتاب سرفصله. من میخوام مالیاتی رو شروع کنم، مالیات بخونم، یاد بگیرم اینا. بچه ها این کتابی که برای من آوردن چاپ 17 هستش، همینطور که میبینید از ویرا کتاب. مادر اینجوش مهرم کردن ویرا کتاب جا بسم اللهش. و دکتر احمد آخوندی که اینستاگرام هم دارن، DR احمد آخوندی، کتابا نوشتن. ناشرمون ناشر سخنوران. و اینکه قیمت و داخلش بچه ها زده 995. من نمیدونم چرا بقیه سایت ها 1,100,000 زده بود. خیلی برام جالبه. اوکی، خوشحالم که. و اینکه بچه ها متنشم اینجوری نوشته شده، من خوشم میاد اینجوری، خیلی فونتشو دوست دارم. یعنی فکر کنم فونتش بی‌نازنین باشه. آره فونتش فکر کنم بی‌نازنینه، خیلی حال میکنم. من خودم تو اکسل که تایپ میکنم بی‌نازنین میزنم و بولدش میکنم همیشه. از این فونت خوشم میاد. اوکیه، من دوست دارم این کتاب بخونم. وای بچه ها باورتون نمیشه، ببین بعضی جاشو بولد کرده، بعضی جاشو بولد نکرده، بعضی از متنا اکثرا بولده. اصلا فونتش یه جوریه که دوست داری بخونی. ببین مثلا این صفحات خیلی بولد کرده. اینا چی هن؟ ماده مثلا 169 مکرر رو زده، خطشو بولد کرده، ولی مثلا اینجا ماده 155ش خطو بولد نکرده.
حالا بخونم تجربهشو بهتون میگم. این کتاب چند صفحه است؟ او مای گاد 883 صفحه است. وای بچه ها باورتون نمیشه من این کتاب میخوام بخونم و بچه حالا باز یه باگایی داره دیگه. الان این صفحه رو باز کردم دیدم که شماره صفحه نداشت. حالا دیگه پیداش نمیکنم، نمیدونم چه دلیلی داره. الان این تیکه مثلا این ور که شماره صفحه زده بالا سرصفحه داره، این ور سرصفحه نداره. خب اما این طرف که سرصفحه زده این ور سرصفحه داره و شماره صفحه داره. حالا در کل بچه فکر کنم خب من اینو این منبع از چت جی پی تی گرفتم. دکتر برزگری هم بودن، برزگری فکر کنم بودن که کتاب مجموع قوانین رو هر سال می نویسن. خب خیلی ها اونو توصیه کردن ولی من چت جی پی تی من اینو توصیه کرد، گفت این روون تره. حالا دیگه نمیدونم چه جوری باشه. من خب با یه نفر دیگه هم صحبت کردم گفتم اونو بگیر، ولی من گفتم خب اونو که کتابشو من 1400 تو شرکت داشتم خواستم که 1404 رو بگیرم. این از تجربه من از ویرا کتاب. من واقعا راضیم از این فروشگاه اینترنتی. بچه‌ها میاره کتابا رو، خدا رو شکر. اینجوری نیستش که کتابو نیاره براتون. من خودم واقعا اول که می‌خواستم سفارش بدم چون هیچ چیزی نمیدیدم، یعنی سرچ کردم چیزی ندیدم بابتش که مثلا نظری چیزی واقعیت من پیدا نکردم که بگن از ویرا کتاب خرید کردیم. یعنی چت جی پی تی هم زدم که سرچ کنه، چیزی گفت ما ندیدیم، نظر خاصی ما ندیدیم، ستاره‌هاش هم کم بود، نمیدونم چجوری بود اما خدایی بر من به موقع آوردن. سر چند روز؟ سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، شنبه، یکشنبه، سر 5 روز کتاب از تهران به مشهد رسوندن. متشکرم. واقعا اسپانسر نیست ولی خب خواستیم یک چیزی داشته باشه. مرسی، قربون شما، خدا نگهدار.